در اولین روزایی که تحریک به نام طالبان در قندهار ظهور کرد، قماندان ارشد جمعیت اسلامی مولا نقیب الله در قندهاری از او حمایت کرد، چون اوضاع در هم و برهمی او روز قندهار هر کسی که به هر اسم و رسمی می آمد و باعث امنیت می شد ایره مردم می پذیرفتن، هر کسی که می بود. در کابل هم اوضاع او روز مداخلات بیگانه ها از دستهای مختلف و تبلیغات زهراگین رسانه های او روز باعث شده بود که مردم کابل از حکومت وقت و از کسایی که شهر کابل با خون جانشان در مقابل تجاوز بیگانه دفاع میکردن قسما فاصله بگیرن و باعث رنج و در ایام جنگ نمیشه به صورت درست نیروهای خودی را آدم کنترل کنه. اعمال این نیروها باعث شده بود که مردم از دولت فاصله بگیرن. طالب عامر صاحب یک ریسک کاملا 100% را قبول کرد. رفتیم به میدان شهر که در اون سفر همراهش ما بودیم، با طالب ها یک مذاکره را شروع کردیم. قرار بود که در خط فاصله جبهه که بین نیروهای دولتی و نیروهای طالب است اینجا مذاکره صورت بگیره. کسایی که پایداری میانی میکردن یک مولوی سبستگاب به نام مولوی ظاهر بود و یک کسی از نهرین به نام شمس الرحمن خان. این هر دو میانجی بودن در بین. ما رفتیم، امرای عامر صاحب ما بودم، یک دو سه نفر بادیگارد، کس دیگه هم نبود. در میدان شهر در به نام لوا، در قرارگاه لوا، طالبان تمام فرماندهانش به جز از ملا عمر وجود داشت. ملا ربانی، ملا برجان، همه شخصیت هایی که داشتن که اکثر پسان کلشان کشته شدن، یه هیئت رهبری حضور داشت. در سر یک بام یک سترنجی پلاستیکی را امار کردن، اینجا شروع ششتیم، آغاز شد مذاکرات. در مذاکرات عامر صاحب گفت که ساعت 4 بعد از ظهر بود، شما آغاز کنید که من بشنم. اونا عنوان کردن اهدافشان: 1 ما شریعت میخوایم تطبیق شود، 2 میخوایم که کمونیستا نباشه، 3 میخوایم که صلاح تحویل شود، 4 میریم به شمال در جنگلی در جنوب دوستم، 5 یک گپ دیگر داشتن که میلازه در ذهن نیست. عامر صاحب خودش تنها بود و تنها ما همراهش بودم که صحبت با میکرد. ما در اولین مرحله به اینا خوش آمدید گفت. ما گفت تا امروز از شما استقبال کردیم، ما از اولین روز به خاطر خدا، به خاطر نجات افغانستان مبارزه کردیم در مقابل کمونیستا و در مقابل شوروی. وقت تمام اهداف شما با اهداف ما هیچ کدام فرق و تفاوت نداره. بیاین از کجا آغاز کنیم. غرب کابل با تعهدی که امرای آقای مزاری هم داشتن، اون شکستاندن، اون را به اسیر گرفتن، غرب کابل تصفیه کردن، طرفی تا نزدیکای پل آرتل رسیدن. فهیم سه وقت مسئولیت جنگ کابل آبادوش داد، در کوی تلویزیون بود، هر لحظه تماس میگرفت، اما مخابره که عامر صاحب سوال میکرد پیش میاد، من جواب میدادم که یا گفتن اینقدر نیروهای ما متلاشی شد یا پیش آمدن نزدیک از کابل بگیرن. عامر صاحب جرئت نمیکرد که علیه به نام اسلام بودن، در حالی که تعهد هم شکستانده بودن، علیه اینا قماندی جنگ صادر کردن. چرا هنوز به ماهیت طالبان پی نبرده؟ به ماهیت پی برده بود. مردم از جنگ خسته بود. کابلی که 5 سال 4 سال گذشته را در جنگ سپری کرده بود، نمیخواست که باز یک بار شاهد جنگ ها باشن. به مالی دوره مقاومت عمدتاً چگونه تامین میشد؟ از کجاها به دست می آمد؟ واقعا یک نکته جالب است که مردم افغانستان بفهمند. اینمی مقاومت با این بزرگی و با اینمی عظمت با سخت‌ترین و مشکل‌ترین دوران خودم میگذران از نظر مالی و از نظر تجهیزات نظامی. و این یک رازی بود که تا با آخرین محفوظ و مکتوب ماند. دشمنای افغانستان باید نفهمه و دشمنای و مردم افغانستان که در مقاومت هستند اینا باید درک نکنن که افغانستان قدر مشکل داره. عامر صاحب با کمترین امکانات مالی را که از طریق اولش از طریق گرفتن یک بعضی نوسالایی که به جهاد به درد نمیخورد ایره خریداری میکرد، ایره میفروختن که دی یک مقدار پول از این طریق در 2 سال مقاومت ادامه پیدا کرد و بعدش در قسمت یک تجارت مشروع
آغاز کرده بود که از این تجارت چی بود مواد تجارت چی بود؟ انواع مختلف مواد بود که زمرد یک مقدار زمردی که در پنشیر بود، تاجرها که کار میکردن میخریدن، از تاجرها جبهه را میگرفت و جبهه را میفروخت و مفادش و جبهه مصرف میشد و پس اصلی پول به تاجرها داده میشد که در حال حاضر شاید چند میلیون دلار از امور طریق جبهه از تاجرای پنشیر که هستند کسایی که زمرد میفروشند قرضدار باشند. رهبری مسعود در دوره مقاومت چگونه بود؟ بیشتر با کدام کشورها نزدیک بود؟ در روزهای بسیار دشوار مقاومت واقعا سخت بود. نزدیکترین دوستا و نزدیکترین کشورهایی که با مقاومت باقی مانده بود اینا هم مایوس شده بودن. کشور تاجیکستان، کشورهای آسیای میانه و بعداً به تعقیبش جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی، اکثرشان کشورهای مثل فرانسه یا پشتیبانی سیاسی میکردن در طول مقاومت، نگذاشتن که چوکی افغانستان به طالبان داده شود و به تعقیبش در یکی از مهمترین بخش درایت سیاسی مسعودی بود که همزمان در وقت مقاومت دشمنایی که در دیگه جای دنیا بین خود دشمنی داشتن همزمان با می کشورهایی که بین خود مشکل داشتن این درایت داشت که دوستی را حفظ کنه. با اروپا، با ایالات متحده امریکا در آخرین سال مقاومت، با جمهوری اسلامی ایران، با روسیه و دیگه کشورها. اما برای تندروا کسایی نه تندروی را میخواست که و امروز هم نمیخوایم، این راه حل نیست در افغانستان. و کسایی که از نام اسلام سوء استفاده میکنن و از اسلام یک چهره خشن به نمایش میگذارن و نه دنیا که با او افکار خودشان که میخوان سکولاریسم ایجاد ترویج کنن هیچگاه در افغانستان جایگاه نداره و این از امروز من میگم منجر به شکست است و دیروز مسعودی را گفته بود و برای فرداها نتایج ما شما شاهد میبینید. اینان مسعود با او قابل مقایسه هستند؟ بسیار سوال پیچیده است که در این قسمت باید مرز کنم. اول که عامر صاحب از فرصتی را نیافت که یک نفر به خود جانشین تعیین کنه. شخصیت های بزرگ ظهور کرده بودند در سه مقاومت به میان آمده بود، مانند مارشال فهیم در سه نظامی امرایش نزدیک کار میکرد، دکتر عبدالله به عنوان مشاور ارشد سیاسیش و همکار بسیار نزدیکش، آقای قانی در مسائل اجتماعی رئیس امور ولایات و به عنوان یک شخصیت سیاسی رشد کرده بود که سه نفر هر کدامشون تقریبا همسد در زمان خود فکر میکنن. واجه بسیار خوب رسیدن که بعد از مشوره آقای مارشال فهیم یا به صفت بزرگ انتخاب کردن. سری چگونه و چطور مراحل بعدی مدیریت شد سر از این من فکر میکنم مال جای بحث نیست، یا بعدا باید بحث کنیم. به هر حال به نظر شما این سه نفر تانستن که جای خالی مسعود را پر کنن؟ واقعا اعتراف کنیم که در افغانستان یک وضعیتی با وجود آمد که هیچ کسی را پیش بین نبود. این شخصیت ها روی مسائل داخلی فکر میکنن. در افغانستان به یک بارگی همه دنیا حضور یافت و با یک دیدی بسیار بدبینانه که را باید مردم بدانن. سر طالب و سر دوباره قوت گرفتن تروریسم و طالب ها هیچ کس فکر نمیکرد. هیچ کس افکار کشورهای بین المللی که در افغانستان است این رقم اطلاعات غلط جا گرفته بود یا فکر میکردن هم تروریسم هم طالب ها از بین رفتن و آخرین نفسهایش هم میکشن، ما این از بین میبریم. یگانه خطری که وجود داره این خطر مجاهدین است که اینا با یک تجربه نظامی، با اسلحه که پیشون وجود داره و با یک روحیه که دارن یا خطر هستن بیاد تمرکز روی اینا صورت بگیره و این جریان حذف شوه و از بین برده شوه که امروز دنیای خودشان اعتراف هم میکنن که این قضیه باعث شد که در مقابل اینقدر توطئه های بزرگ، در مقابل اینقدر پلان های بزرگ توان و تحمل مقاومت نداشتن. اگر مسعود حیات می‌بود توان مقاومت داشت. من پیشتر عرض کردم او یک استثناء بود.